سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم بهتون چند تا از شغل‌های ایران رول پلی بهتون نشون بدیم، پارت 2. خب من دیگه چیزی نمیگم، میریم برای ویدیو، برای 4 تا از شغل‌های ایران رول پلی که میخوام بهتون امروز نشون بدم. خب این اولین شغله که اینجا قرار داره که اسم این کارم بندره، که میایم داخل اینجا لباس میپوشیم، سومیو میزنیم. خب حالا لباس که پوشیدیم میریم سمت ماشین ها. اینجا سوار یه ماشین میشیم و باید 250 تا بدیم که روشنش کنه. وقتی که سوار ماشین شدیم میریم سمت علامت که داخل نقشه بهمون نشون داده. وقتی که به کانتینر رسیدیم باید بزنیم /y و کانتینر رو بلند کنیم. و ما باید یک کانتینر را بذاریم روی این جاهای خالی که علامت داره و دوباره /y بزنیم و به همین صورت این کار رو انجام میدیم. وقتی کارمون تموم شد ماشین رو خاموش میکنیم و میریم داخل این اتاق و دوباره میریم روی لباس و گزینه آخری رو میزنیم که پولمون رو بگیریم. میریم برای جای کار دوم. اسم کار دوممون شکاره که باید حتما مجوز داشته باشیم. وقتی آلت زدیم میزنیم استارت و گفته باید یا M4 داشته باشیم یا AK یا شاتگان و ما باید در همین محدوده بگردیم به دنبال آهو. بله من یه آهو دیدم که اگر نشونه گیریتون خوب باشه میتونید با یه تیر هر آهوی بندازید که نیفتاد. من با تیر اول میریم نزدیکتر. میریم نزدیکتر که فرار کرد چون خیلی رفتیم نزدیک بهش. یا آهوی دیگه دیدم، یکم میرم نزدیکش، باید بزنیم وسط بدنش.
افتاد. بله، میریم روی آهو میزنیم آلت و گوشتش رو برمیداریم. هر آهو یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 گرم بهتون گوشت میده. یه آهو دیگه دیدم که با تیر اول انداختمش و دوباره میرم گوشتش رو برمیدارم. الان گوشتامون زیاده، برای همین یکمش میپزم که بتونم چند تا آهوی دیگه بزنم. یکم صبر میکنیم که گوشتمون بپزه. اینجا داشتم گوشت میپختم که یهو FBI, open up! Want a break from the ads? Nope. اینجا دعوا شد یهو که من زدم کشتمش. اینجا هم کار سومه. در این کار باید بریم اونجایی که علامت زده آجر یا شیشه برداریم و ببریم در این ساختمان و آنجایی که علامت زده اون سنگ یا شیشه رو بذاریم. به همین صورت در اینجا کار میکنیم.
موقعی هم که بخوایم پولمون رو تحویل بگیریم میایم روی لباس میزنیم آلت و میزنیم بله و پولمون رو میگیریم. خب دوستان این هم بود از ویدیو امروز ما. حتما ما لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.